این سیاره ماست. حدود 650 میلیون سال قبل یک گوگ برفی بزرگ. همین الان در هر کجا این سیاره ایستادید، در 650 میلیون سال قبل یخی به ارتفاع 3 کیلومتر در زیر پای شما وجود داشته و دمای هوای مکانی که الان در اون قرار دارید -50 درجه بوده. این بزرگترین عصر یخبندان در تاریخ زمین بوده و تا 15 میلیون سال زمین مثل یه تکه یخ در فضا شناور بوده. به علت کم بودن دی اکسید کربن در جو، نور خورشید نمیتونسته یخ‌ها را آب کنه. اما چیزی باید زمین از این زندان یخی نجات میداد. آتشفشان‌ها برای نجات اومدن، فوران کردن و میلیاردها تن دی اکسید کربن رو در هوا رها کردن. دی اکسید کربن مثل یه پتو زمین رو گرم کرد و یخ‌ها طی 15 سال شروع به آب شدن کردن. بعد از اون اکسیژن سطح آب افزایش پیدا میکنه. گیاها به وجود میان، موجوداتی به تکامل میرسن. این موجود پیکایا است. ظاهراً اولین ستون فقرات از پیکایا تکامل یافت. همون ستون فقراتی که امروز من و شما رو سر پا